سلامی گرم به سوین فامیلیا و سوانچیای عزیز دلم. خیلی ممنونم که پادکست کانوا رو برای گوش دادن انتخاب کردید. از بین هزاران ویدیوی دیگه‌ای که میتونستید انتخاب کنید، اسم من سباه، ولی خب توی یوتیوب معمولا من رو به اسم سوین میشناسن و خیلی خوشحالم که شما الان اینجایید. واقعا اغراق نکردم و جدی خیلی خوشحالم که شما الان اینجایی، چون خیلی وقته که من قرار بود این چنل رو بزنم ولی خب هی نمیشد. فکر میکنم 3 هفته است که این چنل رو زدم و اولین ویدیومون، اولین اپیزود پادکست کانوا بالاخره اینجاست پیش شما. توی این چنل کلی برنامه دارم براتون. قراره که کلی مهمون دعوت کنم، از خانواده خودم گرفته تا خانواده مهران تا یوتیوبرای دیگه. خلاصه خیلی اینجا قراره با هم دیگه حرف بزنیم. شاید بگید که چرا میکروفون تو زدی به کفگیر؟ بچه‌ها برای اینکه من پایه میکروفونی که اینجوری میکروفون بتونه بچسبه به دهنمو ندارم و میکروفون رودم هم هنوز سفارش ندادم. میدم ان شاءالله دیگه. تا چند تا اپیزود منو اینجوری تحمل کنید، بعدن درستش میکنیم. از دلایل زیادی که من پادکست کانوا رو شروع کردم، میتونم اول از همه به این اشاره کنم که خب من خیلی دوست داشتم که بتونم تایم زیادی با شما حرف بزنم. طبق الگوریتم یوتیوب شما هر تعداد کاتگوری که میخوای توش فعالیت کنی باید به تعداد اونا چنل بزنی، چنل جدید بزنی. نمیتونی ویدیوها با موضوع مختلف رو توی یه چنل بذاری و این الگوریتم یوتیوب دستور خود یوتیوبه و ما برای اینکه بتونیم به شکل پادکست، به شکل صحبت کردن توی یک ویدیوی طولانی کنار هم باشیم، مجبور بودم که چنل جداگونه بزنم. همونطور که برای سوان ویدیوی مشترکم با مهران چنل جداگونه زدیم. خیلی‌ها میگن که وای چرا انقدر چنل میزنی؟ بچه‌ها واقعا میگم منم دوست داشتم که بتونم همه ویدیوامو توی یه چنل آپلود کنم، ولی الگوریتم خود یوتیوب کارش هم نمیشه کرد. چیزی که دارم بهتون میگم خیلی جدیه ها. یعنی اینکه من اومدم شورت ویدیوهای تروما رو گرفتم که یه موضوع کاملا متفاوت با چنل سوین داشت. معمولا من روزمرگی و ولاگ و چالش توی سوین میذاشتم و اینکه اومدم یه موضوع کاملا جدید رو شروع کردم، ترومای بچگی، و خیلی بابتش فالوور گرفتم. باعث شد که روی ویو بقیه ویدیوام تاثیر بذاره. یکی از دلایلی که چنل کانوا رو زدم همین بودش که بتونم بیام بشینم هر چند تا اپیزود یه بار اصلا فقط ترومای بچگی شما رو بخونم، چون پیاماتون بی‌نهایت زیاده و حس می‌کردم یه جورایی بی‌احترامی میشه بهتون اگر که من همه پیاما رو نخونم. اینجا ما یه فضایی داریم که اصلا محدودیت زمان نداریم، میتونیم بشینیم دقایق زیادی، ساعت‌های زیادی با هم صحبت کنیم. هر چی که دل تنگتون میخواد شما برای من بنویسید و من بخونم توی ویدیوها. هر سوالی دارید، هر مشکلی دارید، راهنمایی میخواید، یا اینکه صرفا دوست دارید خاطرات و حالا یا خدای نکرده تروماهایی که براتون پیش اومده رو واسم تعریف کنید که منم بیام بر بقیه تعریف کنم. کلا این بستر خیلی بستر مناسبیه، بستر پادکست. نکته دیگه ای که هستش اینه که من خودم یوتیوبرایی که دنبال میکنم و دوستشون دارم، معمولا ویدیوشون رو پلی میکنم، میرم یه کاری انجام میدم و خیلی میره رو مخم اگه ویدیوهاشون کوتاه باشه. مثلا بعد کارمو ول کنم بیام یه ویدیو دیگه پیدا کنم. خیلی دوست دارم که یه ویدیویی مثلا طولانی 40-50 دقیقه‌ای باشه که مثلا من بتونم پلیش کنم و بیام کارامو بکنم. چون خودم اینجوریم. گفتم شاید شما هم دوست داشته باشید که مثلا یه ویدیوی طولانی کنار هم باشیم که شما پلی کنید، حالا یا خوراکی چیزی بخورید یا وقتتون رو بگذرونید یا به کاری چیزی دارید برسید، همینطوری یه چیزی تو گوشتون باشه که حوصلتون سر نره. چقدر خوشحالم. خب از اونجایی که یکی از مهمترین دلایلی که من پادکست کانوا رو به خاطرش زدم بهتون گفتم این بود که تروماهای شما رو بخونم. خیلی دوست دارم که قسمت اول رو اینجوری شروع کنم تا جایی که میتونم تروماهایی که شما برام فرستادید رو بخونم، ولی حتما توی کامنت های همین پست بازم تروماهاتون رو برای من بنویسید. من حتما چند تا اپیزود یک بار میخوام که اصلا ویدیوی تروما بذارم و برمیگردم دیگه فقط کامنت هایی که زیر این پست رو میخونم. یعنی دایرکت اینستاگرامم و کامنت زیر پستای دیگه‌ام که تروما باشه رو دیگه نمیخونم، فقط کامنت های همین این پستا میخونم. پس حتما اگر خاطره‌ای، ترومایی، چیزی دارید که دوست دارید که توی ویدیوهای بعدی من تعریفش کنم، حتما توی کامنت ها بنویسید. خب بریم شروع کنیم. 1 دقیقه سکوت برای اینکه اولین ترومایی که میخوام بخونم مربوط میشه به کلاس سوم که یکی از شماها برام فرستادید. کلاس سوم وحشتناکترین سال زندگی من بود. براتون تعریف کردم خاطرشو توی یکی از ویدیوهای سوین. خب دخترمون برام نوشته که من توی کلاس سوم یه معلمی داشتم که اتفاقا اسمش هم میگم، خانم علیپور بود. من ریدم دهنت خانم علیپور همین الان اول کاری. هنوز نخوندم اصلا چی گفته ولی میریدم دهنت. اون سال به خاطر نقل مکان، چون وقت نبود دنبال مدرسه خوب بگردیم، رفتیم مدرسه دولتی و بعد بین 2 تا کلاس که ان شاءالله دستم میشکست به مامانم نمیگفتم که اون کلاسو میخوام، چون دوستام اونجان، مدرسه نزدیک خونه مامان بزرگم بود و کسایی که تو کوچه باشون بازی میکردم اونجا بودن. و این معلم افریته اومد به ما ضرب یاد بده که سر ضرب 2 فکر کن هیچی بلد نبودیم، 2 دقیقه بدون اینکه توضیح بده گفت حفظ کنید من بپرسم. What the fuck؟
خودش زنگ زد به یکی، شروع کرد باهاش صحبت کردن. من خانم علیپور بیشوری؟ یعنی چی؟ اصلا نمیفهمم، تا همینجای خاطرشو نمیفهمم. نوبت من رسید، فکر کنم 7-8 نفر بودیم که بلد نبودیم و درست جواب ندادیم. ما رو جلوی 30 نفر از کلاس الف و ب تنبیه کرد. کاش میگفتید چی کار کرد دقیقاً. و ما همه گریه کردیم که دیگه ما نقل مکان کردیم و کارا تموم شد. و من اون روز رفتم به خونه، به مامانم اینا رو گفتم. گفت زنگ میزنم به مدیرتون، پروندهتو میگیرم میبرم یه جای دیگه. که خلاصه مدیر دبه در آورد، گفت نباید تا آخر امسال اینجا بمونی. من ریدم دهنت مدیر، چرا اسم مدیر رو نگفتی؟ یعنی چی؟ مگه مثلا چی؟ مدرسه‌ت کجاست؟ چه قانونیه؟ تو ناسا هم باشی میتونی وسطش استعفا بدی بری بیرون. هیچکس به تو ناسا نمیگه نه تو اینجا مثلا باید بمونی. که خلاصه 1.5 ماه بعد با کمک چند تا از مامانا رفتیم آموزش پرورش و اخراج شد. خدا رو شکر. واقعا اگه یه چیزی نمیشد خیلی هرس میخوردم، خیلی. یعنی نه تنها خانم علیپور بلکه تمام معلمایی که اینطوریان که آقا حفظ کنید من بپرسم بعد میرن میشینن پای گوشیشون، مریدم دهنشون. تو وظیفت چیه اینجا؟ ازگل. اعصابم خورد شد. بریم ترومای بعدی. این کامنت یکی از ویدیوهای یوتیوب همه بچه‌ها. سلام، چون تروما تعریف می‌کنی میخوام ترومامو بگم، چون اینستا ندارم اینجا میگم. من الان 9ام و از 7م توی یه مدرسه ام که مدیرمون مزخرف‌ترین آدم روی کره زمینه و کارهایی که میکنه رو هیچ جوره نمیشه درک کرد. شرایطم طوریه که نمیتونم مدرسه‌مو عوض کنم. خدا این شرایط واسه گرگ بیابون نخواد که نتونه مدرسه‌شو عوض کنه. یه دفعه گوشیمو 3 ماه سر اینکه دیر رفتم مدرسه گرفت. خونمون نزدیک، رفتم از خونه آوردمش. یعنی گوشی باهات نبود اون موقع که گرفت؟ گفت برو گوشی تو از خونه بیار من بگیرم. تو چرا رفتی؟ بگو من گوشی ندارم. what the fuck. و کلی چیزای دیگه. اسمش خانم دستگاهیه. خانم دستگاهی بی‌ناموس وایسید و قصد دارم آخر سال بزنمش. به نظرت کار درستیه؟ خودشم زدتم اما نه زیاد یا مثلا دردم بیاد. امیدوارم از مدرسه کسی این کامنتمو نبینه. خانم دستگاهی، دست رو بچه مردم بلند میکنی؟ الان بگم بیاد بزنت تا آخر سال؟ میدونی که حرف من بچه‌ها گوش میدن. بگم بیاد جرت بده؟ بی‌ناموس دلغک. ببین من کاملا درکت میکنم. خب یعنی من اصلا اون آدمی نیستم که الان بخوام تو رو قضاوت کنم یا اینجوری باشم که وای این دختره مثلا خل شده میخواد بره مدیرشو بزنه و اینا. اصلا من خودم هم این حسو داشتم. براتون حتما دیدین که تعریف کردم که من اصلا رفتم کلاس کاراته، رفتم رزمی به خاطر اینکه برم معلم سوممو بزنم. اصلا به این قصد وارد رشته رزمی شدم که کمربند قهوه‌ای گرفتم. ولی اون یه آدم عقده‌ای عوضی بیشوره که به تو یه ترومایی وارد کرده. به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنم که برخورد فیزیکی باهاش بکنی. اون به اندازه کافی به تو آسیب وارد کرده و تو نمیخوای که بیفتی زندان یا دیه بدی یا مشکلات قانونی برات پیش بیاد از این سن. فکرم نکن که مثلا من اونجوری نمیزنم که مثلا فلان بشه. که اولا که مثلا من از تو کامنت که نمیدونم تو هیکلت و جثت چه شکلیه، اون چه شکلیه. ممکنه که تو مثلا یه دختر بزرگ جثه‌ای باشی، اون یه خانم ریزه میزه باشه و تو اصلا نمیتونی تعیین کنی که چه مقدار میخوای آسیب وارد کنی. دعوا همیشه اینجوریه و اون آدم به اندازه کافی به تو آسیب وارد کرده. نذار به خاطر اینکه یه لحظه دلت خنک شه بیشترم آسیب به زندگیت وارد بشه. اون نهایتا مثلا یه دندونش خورد میشه ولی از تو کلی میتونه پول و دیه بگیره، بندازتت زندان، 1000 تا مشکل برات به وجود بیاره، سوء سابقه برات میشه، پس فردا نمیتونی کار پیدا کنی، نمیتونی مهاجرت کنی، نمیتونی خیلی کارا نمیتونی انجام بدی. پس آینده خودتو به هیچ عنوان خراب نکن به خاطر این کار. میگم اصلا هم نمیتونی تو تعیین کنی که چه میزان آسیب میخوای وارد کنی. نگو آقا من یه چک میزنم هیچیش نمیشه. آدم با آدم فرق داره. تو ممکنه چک بزنی یارو بیفته بمیره. واقعا میگم ممکنه اصلا تعادلش به هم بخوره، یه سنگی هم اونجا باشه سرش بخوره به دیوار، به همین راحتیه اینطوری کنی بیفته بمیره. این چیزیه که شروعش با توئه ولی اینکه بعدش چه اتفاقی میفته به هیچ عنوان دست تو نیست. یه مثال خیلی جالبی هستش که اینو بابام از یه دندون پزشک شنیده بود، همیشه برای ما تعریف میکرد. قضیه راجع به اینه که مثلا ایمپلنت دندونو که میذارن توی هر آدمی ممکنه که فکش یه واکنش متفاوت نشون بده. ممکنه اصلا ایمپلنتو پس بزنه، ممکنه خیلی اتفاقا بیفته. توی دندون پزشکی اینو داریم. دکتره داشت اینجوری برای بابای من توضیح میداد که آقا الان شما این موتورسیکلت رو میبینید، من اگه یه لگد بهش بزنم فقط و فقط یک احتمال وجود داره، موتورسیکلت میفته. هیچ اتفاق دیگه ای امکان نداره که بیفته، فقط یه احتمال هست. ولی اگه به جای موتورسیکلت یه سگ اونجا خوابیده باشه، این که من بهش لگد بزنم نمیتونم پیش بینی کنم که چه اتفاقی میفته. ممکنه پاشه بیاد منو پاره کنه، ممکنه یه
قررش کنه دوباره بخوابه، ممکنه اصلا هیچ واکنشی نشون نده، ممکنه پاشه یه مسیری دنبالم بیاد. چرا؟ چون موجود زنده است. سگ با موتورسیکلت فرق داره. اینکه تو بهش لگد بزنی دست توئه، ولی اینکه بعدش اون چه ریاکشنی نشون میده دیگه دست تو نیست. سگ انسان هم یه موجود زنده است، برای همینه که وقتی ایمپلنت میذاری نمیتونی پیش بینی کنی که چه اتفاقی میفته. ما آدما هم موجودات زنده ایم، پس تو به هیچ عنوان نمیتونی پیش بینی کنی که چه اتفاقی میفته. درگیری فیزیکی رو بهت پیشنهاد نمیکنم، ولی نمیدونم یه کاری کن دلت خنک شه. دوست دارم بگم یه فوشی چیزی بهش بده حداقل، ولی نه اون کارم نکن. بازم اگه آدم عوضی باشه میتونه ازت شکایت کنه. بسپارش به من فوشو میکشم بهش. خانم دستگاهی ریدم دهنت. خیلی آدم بیشور و حیوان و چارپای هستی. حیف اسم حیوان بدبخت چه گناهی داره؟ مثلا گاو بیچاره به جز سود رسوندن به ما چه گناهی کرده؟ تو یعنی واقعا شیطان. کثافت. به من ترامای بعدی رو میخواستم بخونم، یه لحظه یه نگاه اجمالی بهش انداختم و پشمام ریخت. گوش کن. این تراما مال دوستشه و رضایت گرفته از دوستش که تعریف کرده، فقط گفته کامنتشو نشون ندم. میگه ما یه روز خیلی زیاد مشق داشتیم و دوستم مشقاشو ننوشته بود یا یادش رفته بود که بیاره. خانم سلطانی گوه تو کلاس حسابی دعواش کرد که هیچی، توی صف جلوی همه بچه‌های کل مدرسه بهش گفت آشغال ترین دانش آموز رو بهتون معرفی میکنم فلانی. روزای اول مدرسه بود و تا آخر مدرسه فقط من باش دوست بودم و سال دیگه‌ش هم که رفت. لطفاً برین تو دهن خانم سلطانی. و ما هم فقط کلاس دوم بودیم. کلاس دوم بودید؟ دوم دبستان 8 سالتون بود. 8. خانم سلطانی بی شرف پدر سگ هیچی نداره، بی خانواده خراب، بچه 8 ساله رو نمیدونم چی بگم. ببین بعضی وقتا کلمه کم میارم، یعنی بعضی وقتا، یعنی منم که دیگه دارم فوش میدم دیگه، کلماتی که جایزه برای یه سری آدم‌ها استفاده کنی از دایره ادب منم حتی خارجه. خانم اسمش چی بود؟ سلطانی. این نویدو میخوام بهت بدم که جات اعماق جهنمه. یعنی اون جایی که مثلا قاتل سریالی جفری دامر و جان وین گیسی کجان، تو بغل اونا میشینی تو جهنم مطمئنم. یعنی خیلی بی‌ناموسی، خیلی بیشوری، خیلی اصلا. بچه من یه ذره آب بخورم، واقعا بهش نیاز دارم. اصلا چطور ممکنه که تو دلت بیاد؟ وای خدا، نمیتونم ترامای قبلی رو فراموش کنم ولی سعی میکنم مووان کنم. سلام، میشه این داستان تعریف کنی؟ ترامای مدرسه خواهرم کلاس دومه، معلمش خیلی سختگیره. اصلا معلم سختگیر برای کلاس دوم یعنی چی؟ مگه این بچه 8 سالش نیست؟ مگه دم کنکوره که تو بخوای سختگیر باشی؟ تازه اون موقع هم سختگیری جایز نیست، ولی حالا یه ذره ممکنه قابل درک باشه. ولی بچه 8 ساله اصلا چی داره که تو بخوای سختگیری کنی؟ همینجا ریدم دهن معلمش. خب بخونیم. همش گیر میده. با اینکه خواهرم درسش خوبه، یک بار به خاطرش خواهرم از استرس زیاد تب کرد، نتونست بره مدرسه. یعنی کثافت. خب حتی چند نفر از سال پیش ازش شکایت کردن. خواهرم از اول سال مریض شده. به نظرم باید چنین آدمایی اخراج شن. حالا آخر سال که شده هیچکی نمیره مدرسه، گفته باید خواهرم فقط بیاد مدرسه. چه خصومتی داری با این بچه؟ تو چه خصومتی میتونی داشته باشی با یه بچه 8 ساله؟ همش داد و بیداد میکنه و تا حالا ما رو چند بار مدیر مدرسه خواسته به خاطر این معلم دیوونه. اسمش هم خانم پورزاکری. خودشم نشتی ریدم دهنت. خانم پورزاکری، خانم انزاکری. من اصلا سختگیری یعنی چی؟ مگه شاگردای تو کلاس دوم دبستان نیستن؟ مگه 8 سالشون نیست؟ چی سختگیریه؟ اولا دوما که چرا؟ مگه ممکنه که تو با یه بچه به مشکل انقدر جدی بر بخوری؟ بیشور، بی‌ناموس. بابا اینا چی میگن؟ اینا چرا اینجوریان؟ به خدا باورم نمیشه. اصلا نمیتونم آروم حرف بزنم چون میکروفون رو بچسبونم به دهنم که حس پادکست رو بده. اصلا حس خیلی بدی دارم که نمیتونم داد بزنم. دوست دارم جرت بدم خانم پورزاکری. یعنی تو هم ته جهنمی. خیلی ته جهنمی. ببین جهنمو از لول 1 تا 10 میخوام رتبه بندی کنم از این به بعد. لول 10 مثلا یه پرونده‌ای داره مرجان، مری جین ریپورت. من پرونده‌های مرجانو از رو اسم قاتلا و اینا نمیشناسم، از رو اسمی که رو تایتل مینویسه میشناسم. بر همین اسم قاتل این پرونده رو نمیدونم، ولی اسم مقتول کاترینا زوادا بود که حالا خیلی خلاصه بخوام براتون بگم، این مرده میاد با این دختره دوست میشه و زنده پوستشو میکنه که با
پوست بدنش پالتو درست کنه برای خودش، زنده، به خاطر اینکه اگه میکشتش پروسه طولانیه دیگه، این جسد بو میگرفت و تجزیه میشد و پوست مثلا تازه نمیموند. اون تو لول 10 جهنم قاعدتا. مثلا جفری دامر حداقل آدما رو بیهوش میکرده، اوکی، چه میدونم لول 9. خانم پورزاکری شما مثلا با افتخار لول 7 8 رو راحت میتونی کسب کنی، راحت مثلا اصلا به راحتی لول 7 که برات اینه، یه ذره دیگه تلاش کنی به لول 8 هم میرسی. اینجوری برات بگم بچه‌ها، این قضیه که بچه از استرس تب کرده اصلا شوخی نیست. من خودم زمانی که دبیرستانی بودم دریچه قلبم یه مقدار باز شد و رفتم دکتر، گفتن که اصلا این دریچه قلب یه مقدار چین خوردگی هم داره و دکتر چی بگه خوبه. اینجوری بودش که محصلی، منم گفتم مثلا آره دبیرستانی ام و اینا، گفتش که خیلی مثلا کامنه، خیلی پیش میاد، خیلی رایجه بین دخترای دبیرستانی به خاطر استرسی که دارن. باز شدن دریچه قلب بین دخترای دبیرستانی رایجه. خب من ریدم تو سیستم آموزشیتون، یعنی چی؟ اینکه تو از استرس مدرسه یه بلای جسمی سرت بیاد یعنی خیلی چیز دارکیه، ولی خیلی هم چیز عادیه. فکر نکنید که مثلا استرس نمیتونه این بلا رو سر آدم بیاره، خیلی راحت میتونه. یادتون باشه من قبل از عید یه مریضی خیلی بدی گرفته بودم و در نهایت همش برای استرس بود. یعنی مریضی من انقدر ناجور بود که من حتی آبم میخوردم معدم تحمل نمیکرد و بالا می آوردم. حالم انقدر بد بود، انقدر وحشتناک بود که علائم گوارشی من مشابه سرطان معده بود. و در نهایت متوجه شدیم که اینا همش از اعصابه، به خاطر استرس. حتی اگه الانم استرس نشوشم به خاطر استرسای گذشته است. کی میدونه، شاید به خاطر استرسای زمان مدرسه‌مه، کی میخواد بگه که نیست. و من زمانی که داروی اعصابو شروع کردم مصرف کردن حالم خوب شد. میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی اینجا میتونه بیفته به خاطر اینجور معلمای کثافت، آشغال، لجنه، هرزه. بچه‌ها فکر میکنم برای امروز کافیه. من واقعا قلبم دیگه نمیکشه. امیدوارم که واقعا حداقل نسل‌های آینده‌مون، همسنای من در آینده معلمای این جامعه خواهیم بود دیگه. امیدوارم که نسل بعدی تجربه بهتری از مدرسه داشته باشن. واقعا یه مش در دیوونه نسل ما معلم بودن، حالا جدا از مثلا یه 20% معلما که واقعا خوب بودن و ما دستبوسشونیم، واقعا خیلی دیوونه و روانی بودن. اینو بیاید قبول کنیم. این بود از اپیزود اول پادکست کانوا. حتما هر خاطره، تروما، مشکل، هر قضیه‌ای که دارید تو کامنت ها برام بنویسید. خیلی قراره اپیزودهای این چنل متفاوت باشه. اصلا فکر نکنید که همه پادکست ها قراره تروما بخونیم، ولی هر چند تا پادکست یه بار سعی می‌کنم که بیام کامنت های این پست رو بخونم. راجع به همه چیز قراره صحبت کنیم، مهمونای زیادی قراره دعوت کنیم، موضوعات زیادی قراره پیش بیاد و امیدوارم که این پادکست براتون سرگرم کننده باشه. خیلی دوستتون دارم. ممنونم که این پادکست رو تا انتها گوش دادید. آخرش هم اشاره کنم که اگر نمیدونید چرا اسم این پادکست کانواه، به خاطر گربم که اسمش کانواه. خیلی دوستتون دارم. لایک کنید حتما ویدیو رو بچه‌ها. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. 1 ثانیه وقتتون رو میگیره ولی خیلی به من کمک میکنه. لایک ویدیو همینطور، کامنت همینطور، کلی بهم انرژی بدید. بریم برای اپیزودهای خیلی زیاد تا اپیزود بی‌نهایت پادکست کانوا. دوستتون دارم و تا یک پادکست دیگه با صبا سوین. خدا نگهدار.